تهیه‌گران و پژوهشگران مرکز علمی کمال خوجندی حدود 300 بیت تازه‌یافت شاعر مشهور تاجیک و فارس کمال خوجندی را در دیوان تازه نشر جای کردند. دیوان جدید ماه اکتبر بخشیده به 700 سالگی زادروز کمال خوجندی که طبق قرار یونسکو تجلیل گردید به دست خوانندگان رسید. این ابیات نو 18 غزل، 16 رباعی، 20 قطعه، 34 فرد یا خود بیت های کامل را در بر میگیرد و آن را محققان و متنشناسان از کتابخانه و آثارخانه های کشورهای جهان از روی 35 دستخط های آثار شاعر کمال خوجندی دسترس و نسخه برداری کردند. که از نسخه های قدیمی آن نسخه 4739 کتابخانه استان قدس رضوی ایران است و یک نسخه قدیمی ما تحت رقم 2103 در کتابخانه عاطف افندی نگهداری می شود. در عصر 15 نوشته شده است. از نسخه های کاملترین عصر 15 می باشد. طبق نوشته برخی تذکره‌نگاران اشعار کمال خوجندی بیشتر از 10,000 بیت حسابیده شده است و در آخرین دیوان ترتیب داده عبدالجبار سروش محقق آثار این غزلسرای معروف سال 2015 8093 بیت جمع آوری گردیده بود. حالا در دیوان تازه نشر باشد نزدیک به 8354 بیت به چاپ رسیده است و همزمان بحث و گمانها را در بین گردآورندگان آثار شاعر به وجود آورده است. اصلا ما یک غزلی از تو نتواند بریدن کس به آسانی مرا که در یکی از نسخه های قدیمی دیوان کمال خوجند دیده میشد در دیوان های نظامی گنجوی هم میبینیم. یا مثلا هر کسی در حرم وصل تو مرهم نشود در شکل هر کسی در حرم عشق تو مرهم نشود در کلیات سعدی هم دیده میتونیم. این مسئله های بسیار مسئله های بحثناک هم هستند. کمال خوجندی یا خواجه کمال شاعر غزلسرای تاجیک است که در اولهای قرن 14 در خوجند تولد شده بعداً با سببهای اجتماعی به شهر تبریز ایران می رود و در آنجا زندگی اختیار می کند. شاعر مدت در شهر سرای زیسته دوباره به تبریز برمیگردد و سال 1401 در آنجا دنیای فانی را پدرود می گوید. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.